خوش آمدید به بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری. اتفاقا خیلی هم ناخوش اومدم، هیچ خوش نشتم بیام اینجا، چون میدونم اون پشت های نظام چه خبره. برو سر سوالا اینجا وانسا. آقای دکتر خوش آمدید به استودیو شبکه خبر. از کل معرفی من فقط همین رو بلد بودی بگی؟ ماست بخوری. من نمیدونم تو رو چطوری مجری کردن، اونم تو برنامه استراتژیکی. فکر کنم با همون شعار انتخاباتی سبزعلی رضایی مجری شده. اون تو شعار انتخاباتیش میگفت سنگ مفت گنجشکم مفت. ولی بهت گفته باشم وسط اتوبان تو لاین سرعت بخوابی رو زمین، احتمال زنده موندنت بیشتره تا جلوی من ادا اطوار در بیاری از این لوسبازی ها بکنی ها. شروع کن بحث رو ببینم چه کار میکنی. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، دستگاه دیپلماسی کشور را مدافعان خط مقدم دفاع از اهداف، منافع ملی و سرمایه ملی ایرانیان خواندند و ضمن تبیین ویژگی‌های دیپلماسی ایرانی بر ضرورت دیپلماسی فعال و هوشمند در دوران بسیار مهم گذر به نظم جدید جهانی تاکید کردند. بی خود شلوغش نکن. نظم جدید جهانی و خط مقدم و از این حرفا. خط مقدم چیه؟ جنگ همینجاست، تو گوش خودمون، نه بیخ گوشمون، تو گوشمون. شیخ فری ترقه رو دیدی چه توپی در کرد؟ چرا؟ چون تو مذاکره سرش که سهله، دماغش هم خورد به سنگ. بعد این جامعه همینجوری تو دست داره میچرخه. عزبا میگه اگه کامل برم بالا جسم ناقصم نمیکشه. اون میگه اگه نری خری خفه میشی. فتوای زهرخوری حلال و صادر کن بیاد. دعوا سر این چیزاست. عزما فرمون مذاکره رو داد دستشون، اینا هم زدن به در و دیوار. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که قاضی به مشنگه گفتش که چرا دستتو کردی تو جیب اون آقا؟ گفت فکر کردم جیب خودم آقای قاضی. قاضی گفت خب پس چرا پولاشو برداشتی؟ مشنگه گفت بفرمایید که اختیار جیب خودم هم دست خودم نیست دیگه. حضرت آقا دوران فعلی رو دوران گذر به یک نظم جدید جهانی عنوان کردن و تاکید کردن که در کنار بازیگران سنتی، بازیگران جدیدی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وارد عرصه شدن. این نوع نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسائل بین‌المللی نشان از چیست؟ تو هم سوالای کشکی میکنی ها. نشان چی باشه مثلا؟ بدبختی ایشونه دیگه. آخه این طفلی نظم بین‌المللی چه میفهمه؟ هیچکی هم نه عزمای نظام که کلا دم و دستگاهش با کل دنیا فرق میکنه. یه قلم همه جا تبعید میکنن، اینجا ممنوع الخروج، چون خود عزما خبر داره چه جهنمی ساخته. باقی دنیا همش براش شبیه همه. مشنگه رفت ژاپن، راننده تاکسی شد. بعد هر کی براش دست بلند میکرد این میگفت شوخی نکن دیگه، همین الان رسوندمت. آقای دکتر، حضرت آقا بار دیگر بر بیفایده بودن تعامل با آمریکا تاکید کردند. علت تاکید ایشون بر عدم اعتماد به آمریکا و بیفایده بودن تعامل با آمریکا چه است؟ یه کمی آرومتر برو که شعورت هم بهت برسه. این چه سوالی کشکی که تو میکنی؟ بدبخت کردی عزما رو که تو سن و سال عزما یه پا لب گور نیم کلاچ همینجوری نگر داشته. جام زهرم که آخه با مزاجش جور در نمیاد. حالا شما شوت ماشنگام، شوتای سنگین همینجوری هی مته میزنی رو خشخاش. هر چی میخواد زیرابی بره، یه تعادلی را بندازه، یه مشنگی مثل تو پیدا میشه سوال میکنه که این چی بود. وقتی که زیرابی بلند میره باید بهش بگی عزما ما نگاه نمی کنیم، بیا بالا یه نفسی بکش خفه نشی. بدبخت بیچاره تو این سخنرانی آخرش یه جمله بالانس میزد، یه جمله آفتاب بهتاب میزد، همینجوری میچرخید، همچین تون تون رنگ عوض میکرد که آفتاب پرست ازش به خاطر کپی رایت شکایت کرده. حالا نه که فکر کنی وضع شیخ فری هم مثلا این وسط خوبه ها، این از اون بدبختره. عزما بهشون وقت داد ولی کاری پیش نرفت. هی گفته الان میرسیم
الان میرسیم، الان پرانتزاش مونده، الان داریم متن و تمیزکاری میکنیم از یاد اطفارا، ولی آخرش معلوم شد که همش بهانه بوده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودند بزاد بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه دیر رسید به مدرسه، معلم گفتش که تو چرا دوباره دیر اومدی؟ گفت خواب فوتبال میدیدم. معلم گفت بابا بازی 90 دقیقه است، تو 2 ساعت و نیم 150 دقیقه دیر اومدی. بعد مشنگه گفت آخه کشید به وقت اضافه و پنالتی. آقای دکتر، یکی دیگر از محورهای توصیه مقام معظم رهبری به سفیران و مسئولان نمایندگی‌های گران در خارج از کشور لزوم توجه و بهره‌گیری از دیپلماسی هوشمندانه و فعال بود. آره، همین محور میلگاردان قضیه بود. جست و پوزاره بذار کنار، اصل حرف خب همینه. زبون درازی شیخ فری هم جلو عضوا به خاطر همینه، وگرنه مثلا پشت شیخ فری به چی گرمه که شده فری ترقه؟ به عضوا؟ این که خودش طرف دعواست. به حاجی لاریجانی، او بدبخت بیچاره که به اندازه کیسه آب گرمم پشت کسی رو گرم نکرده تا حالا که این دومیش باشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزد بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به مشنگه گفتن زمستون سردت بشه چی کار میکنی؟ گفت میرم نزدیک بخاری. گفتن سردتر بشه چی؟ گفت خب میرم نزدیکتر. گفتن اگه بازم سردتر بشه؟ گفت اصلا میچسبم به بخاری. گفتن اگه بازم سردتر بشه؟ گفت دیگه اینجا میرم بخاری رو روشن میکنم. سپاسگزارم، فرصت ما به پایان رسید. آقای دکتر، همینطور از شما بینندگان محترم که ما رو همراهی کردید. روز بخیر. عزت همگی زیاد.